خانم و آقایان، خیلی خوشحال هستیم که در خدمت جناب آقای دکتر رامتین مسعودی، پزشک حاذق ایرانی هستیم که این افتخار رو داریم هر 2 هفته یک بار در برنامه‌های ما حضور پیدا می‌کنن و از دانش و بینش خودشون شما رو آگاه می‌کنن. موقعیتی دست داد تا قسمت‌های مختلف اسپشیالیتی‌های ایشون رو در قالب سوال‌هایی تو برنامه خودمون هم برای شما عزیزان عرضه بکنیم و سوالات رو از جناب دکتر رامتین مسعودی بپرسیم. یک دویان تشکر دکتر مسعودی که وقتتون رو به ما دادید و ما خیلی خوشحال هستیم که شما میتونید سوالات ما رو یک به یک برای ما پاسخ بدید. میدونم که 2 رشته رو در اینجا شما پرکتیس می‌کنید. برای ما لطفاً بگید. یکیش واسکولار هستش که مینیمالی اینویسیو پروسیجر که به انگلیسی is interventional radiology. بله. بعد یه قسمت دیگه هم کازمتیکه. interventional radiology به خیلی کارا رو بدون اینی که ما برشی رو پوست داشته باشیم یا کاتی انجام بدیم روی پوست، میتونیم داخل ارگان‌های مختلف بریم و میتونیم از این استفاده کنیم که مثلا میتونیم واریسا رو ببندیم، میتونیم سخرگا رو باز بکنیم. درسته. یا میتونیم رحم اگه فایبرویدی وجود داشته باشه اونو از بین ببریم. یا میتونیم وزن یه هورمونی هست در داخل شکم که میتونیم اونو ببندیم و یه نفر میتونیم 50 پوند وزن کم کنه. یا میتونیم پراستیت رو شرینکش بکنیم، یا میتونیم بریم یه قسمت کوچولو مثلا اگه یه نفر درد داره اپیدورال بزنیم. خیلی کارهای مختلف با این. درسته. پس دونه دونه بریم جلو. 100%. واریس چیه دکتر؟ واریس گشاد شدن رگ که وقتی که رگ از یه حدی گشادتر میشه، یه پرزاش که خونابه میتونه از توش رد بشه. خونابه تولید میکنه. خونابه رد میشه از اون مثل فرض کنید یه دونه رگای ما مثل یه دونه بادکنک میمونه. درسته. که وقتی که از یه حدی ما بکشیمش، این باعث سوراخ شدن اون پوسته خارجی رگ میشه. درسته. از اون میتونه خونابه رد بشه یا خود خون رد بشه. اگه خون رد بشه که به این میگن خونریزی، از خونابه رد بشه میگیم ورم کرده. درسته. این ورم هستش که اصولا با اسپانی بیشتر سیمپتومایی که ما داریم از واریس، مثلا ورم، درد، بیقراری، سنگینی پا، سوزش پا و خارش پا، اینا همش به خاطر این ورمی که ایجاد میشه از خون یا خونابه‌ای که از رگ میزنه. شما برای واریس چه درمانی دارید؟ درمانی که توی 20 سال اخیر داشتیم انجام میدیم بیشتر لیزر بودش و بعضی موقع مایکروفلوبکتومی که اون درآوردن رگه. بعد حدود 10 ساله که اینجکشن، دوایی که جدیدتر اومد بهتر شد و خیلی موقع الان میتونیم با آمپول زدن یا اسکلروتراپی میایم با یه فوم یا اون لیکویدی که در داخل رگ میزنیم میتونیم اون رگ رو ببندیم و کار خیلی ساده تر کرده برای ما. بسیار عالی. پس درمان سرپاییه، یعنی میتونم بیان اینجا و بعد از 1 ساعت 2 ساعت برم؟ نه، حتی 5 دقیقه. راست میگین؟ این پروسیجر فقط 5 دقیقه طول میکشه؟ پروسیجر اینجکشن 5 دقیقه است برای هر رگ حدوداً. این 5 دقیقه من زیاد دارم میگم که کسی چیز نکنه، ولی لیزر حدود 20 دقیقه است. لیزر 20 دقیقه است. ولی میتونیم ما بگیم زیر 1 ساعت میتونن این عمل رو انجام بدن. دقیقاً. بسیار عالی. پس عزیزان توجه داشته باشید که شما فقط با 1 بار که به مطب دکتر رامتین مسعودی عزیز بیایید، میتونه درمان واریس شما مرحله به مرحله جلو بره و شما رو بهتون نوید یک زندگی راحت رو بده. دردهای پای خودتون رو سرسری نگیرید و هر چه زودتر به دکتر رامتین مسعودی عزیز سری بزنید. یک دوی تشکر. مرسی.